مرا ایلو کن. تو لعنتی به شرف ایلویم کن. چطور بیا چطور نفزاد بیا او بچه پسر قاتل پدر و قاتل مادر من رهبر است. تو چی میگی لعنتی زعیم؟ اگه کسی دیگه هم میخواد که بره، کسی که میخواد تسلیم شوه بره. اما اگه اصلا میخواین که در کنار ما مبارزه کنین مانده میتونین. کی از لعنتی کی از کی منتظر ما است اونجا؟ کادو منتظر است چتن بیادر کادو منتظر خواد ماند. استاچو اگه نشیلک میکنم. ابراهیم خون نرسیده؟ متاسفانه دیلا هنوز نامده. این کفایت نمیکنه. باید زودتر خون پیدا شود اگه بچه از بین خواهد رفت. وقتی عملیات تمام شود بازم با خون ضرورت پیدا میشه. برشان بگو زودتر دست به کار شود. اگه نیر از دست خود داریم. حالا دیگر برو عجله کن. دیلا خانم هنوز نامده. حال نامده. مادر دیلا خواهر چی شد؟ او را بازداشت کردن، با ریاست امنیت بردنش. خب شما هیچ کاری نکردین. چطور امکان داره؟ چطور؟ او بچه در داخل جان میکنه. به امنیت خو خبر میتیم اما بسیار مشکل است. باید دیگم خون پیدا شد. یک واحد کفایت نمیکنه. چطور میشه؟ او بچه از بین خاطر رفت. شما برین در هر جا هر قدر دوست آشنا که دارین بیارین. شاید گروه خونش مطابقت کنه. حالا زود باشین. خدایا تو به این بچه کمک کن. حالا شیوان رشو چکو کسی نیست. چی شده بچیم؟ شیوانشان نامدن حاجی عبدالله. چطور پیدا نکردن؟ نه خیر بچیم، تو هنوز هیچ خبری از اونا نیست. رشو شیوان صدای مرا دارین؟ بله با فرما رئیس مثل شما کجاستین رشو؟ چطور پیدا تانستین؟ پیداش کردیم رئیس. طرف ویرانا روانت اما من رئیس وانشون در تماس نشدیم. درست است ما همیاله میاییم. ابراهیم زیر عملیات است. دعا کنین حاجی عبدالله. فعلا به او بسیار ضرورت داریم. چی شده؟ چی مشکل داره ابراهیم وقت فرار کردن با دیلا زخمی شده. در عملیات خانه از خون ضرورت داره و فعلا یگانه خونه که با او مطابقت داره خون دیلاست. او هم بازداشت شده. باید هر چه زودتر چتنه پیدا کنیم و اعترافش بگیریم. تشویش نکن. با ما دعا کنین حاجی عبدالله. طارق چی شده؟ کدام گپ شده ها؟ باز درا گپ میزنیم. بیا که چتنه پیدا کنیم اعترافش بگیریم. حالا شکو حاجی متوجه خود باش. ما رفتیم. حالا بریم. هوش کنی صدایتان نکشی اگر مردار میشی. اعلام کو بیادر. آیف که به خاطر کشتن من توار یک لوده را انتخاب کردن. اگر میخواین مرا بکشن باید قوی تر اقدام کنن. فعلا با تو هیچ کاری نمیکنم. میری پیام مرا برشان میرسانی یا مرا کمک میکنن یا که دانه دانه کلشان از بین میبرم. درست است بیادر، هرچی میگی برشان میرسانم. پیام مرا جسدت خاطر رسوند لعنتی. تو کثیف از بین میبرم. بله سلایتو بنداز چتن اگر نشیلک میکنم. شما لعنتی ها چی میکنین؟ سلاحتون پایین کنین. ما تا دیروز شکمای کلتون سیر نمیکردم و بیشرف ها. ما دستای کلتون نگرفتیم. این واقعا ناسپاسی است. ما وظیفه خود انجام میتیم چتن. این را تو با ما یاد دادی. وظیفه هم مقدس است. سلایتو بنداز. لعنتی چتنه دستگیر کردن. تو به خدا آهلای شما کجاستین؟ در این صورت کلتان میفهمین که سرنوشت مرا خواد داشتین. وقتی کارشان تمام شود، وقتی از شما برشان کدام فایده نرسه،
دیگه برایشان ارزش نخواهد داشتین. بیعقل چطور جرأت کردی سرم دست بالا کنی ها؟ بوتای مبلس لعنتی بلس زیاد خاک گرفتنی؟ بلس گفتم بوتای مبلس تو سگ پاچه گیر. کادو جاده رو بی نکن. اینجا امرم همه چله بچه با آدم غلط چوپلیسی میکنی. بلس گفتم لعنتی گفتم بلس قبلا سر چند نفری کار کردیم سر چند نفر مواد فاضلاب خوراله این کارها لذت بخش است نه؟ حال نوبت تو از بلس گفتم بلس احمق اگه زدنی هستی مرد واره بزن من از تو نمیترسم. احمق تو را چلو صاف جور میکنم. چه شده رشو؟ رسیده نتونستن داخل بازداشت شده. حالا چیگاه پس؟ ببین کی است؟ فرار میکنم با محبت از طرف رسول یا ما طرف من بابا کجا فرار میکنی لعنتی ها؟ خوب هستی چطور؟ خوب هستی؟ خوب هستم. اگر نمیرسیدین بیا این طرف بیا لعنتی ها چرا من اینجا ترویلا کردین؟ بی شرف ها شما را زنده نمیمانم. استاد چه؟ هنوز همین نناش مونده کجا فرار میکنین؟ اگر نمیرسیدیم دیلا را نجات دادن نمیتونستیم. فهمیدی؟ حالا نوبت توست. پیش دادستان میریم. دیلا را هر چی زودتر باید آزاد بسازیم. زندگی بچه با آزادی مادرش ربط داره. چطور فهمیدی؟ حالا شیوان آمدم طارق آمدم. آقا کایا همراه جوانای امید فرار کردن. این میخواستم و احمقه بکشم 100% کارو میکردم. بدر میفهمم آقا کایا این کوچه چقدر خطرناک است. میفهمم من بعضی چیزا را درک میکنم اما من به شما قول میتونم که پیش دادستان رفتن نمیتونن. هیچ چیزی گفتن نخواهتونستن باور کنین. بله اما من باید تا شفاخانه برم. به شرفا اینقدر آسان نخواد بود دکتر. اینقدر آسان نیست. عجیبه بعدش بلد هستی دیگه. بیادر خودت برو. درست است. زنده باشی. من خودم میرم دیگه. با کاگیر بیادر و زوهر خواهر بسیار سلام بگو. انشاءالله کارایی را که میخواین انجام میتن. حالا دیگه بله رضان ما آمدیم. نشانی خانه را بگو. اول میخوایم صدای بیادر ما بشنوم. اگه نه براتون نمیگم که کجاستیم. باز شو ما او کشه میگیرم. باز تو هم همراه ما میباشی. بعد از او بیادرت آزاد خواهد شد. ما تفاهم کرده بودیم. حالا تفاهمت هم گفته بودم. دیگه چی میخوایی؟ کدام چاره دیگه داری؟ اگه میخوایی او کشه گرفته فرار کو که من بیادرت پیش گرگا بندازم. تصمیم دست تو است. درست است. هر رقم که تو میگی. اما ای را بفهمی که اگه به طور موی بیادر ما صدمه برسه زندگی تا نتمام میسازم. چی شده رضان؟ چرا قسم چیخ میزنی؟ چیزی نیست. دوران میایه. چی؟ دوران من میایه بچیم؟ کارا تمام شد. میایه مادر. دیلا خواهر بازداشت کردن و بچیش خون ضرورت است. باید قبل از ختم عملیاتش به او خون و آرچ منفی پیدا کنیم. تو چی میگی؟ چطور را بازداشت کردن؟
وقتی که به شفاخانه میرفت گپ ما را گوش نکردن اون را بردن. خون شما خو مطابقت ندارنی؟ خون دوران ما مطابقت داره. گروپ خون پدرش همی است، به خاطر پدرش خون داده بود، اما دورانم نیست. کاش که او بیایه. اوکیش بیادر، معذرت میخواییم. آماده شو. اینقدر معذرت خواهی نکو دیگه. ای به ما یک فرصت است. تو به بیادر خود میرسی و من به بیادر خود میرسم. من حالی خانه را از کجا پیدا کنم؟ گرگو ورده کناره هم ای هم را اینا چی میکنه دیگه؟ این خانه را از کجا پیدا کنم؟ خون پیدا تانست آقا فاروق؟ متاسفانه یک دو نفر پیدا کردم، اما اونا به می تازگی خون داده بودن. ببینین لطفا عجله کنین. قبل از اینکه دیلا به طرف زندان بره باید این کارا تمام کنیم. شیوان، ما هم به امنیت بریم. اگه دیلا را به زندان ببرن باز وقت بچه من نجات داده نخواد تانسته. درست است طارق. حالا چتنه ببر. حالا دوستا. آقا فاروق چی شده؟ داخل بیاین براتون میگم دادستان صاحب. داخل بیاین. بفرمایین. دادستان صاحب، بدون شما به کسی دیگه اعتماد نمیتونم. اگر شما ما را کمک کنین، بعض حوادثی که تا امروز مجهول ماندن به زودی واضح خود شدن. مهمتر از همه طارق و همسرش آزاد خود شدن. البته این وظیفه ماست. مشکلی است که بعض زورمندایی که خبر شدن چتن اعتراف میکنن میخواین این از بین ببرن و فعلا هم در تعقیب ما هستن. تشویش نکنین. ما میال یک گروه را میخوایم. چتن ما تو را تحت حمایت محافظت از شاهدان عینی میگیرم. به این شکل کسی به تو صدمه رسانده نمیتونه. اما تو هم باید کل چیز بگویی. قبول داری؟ درست است، کل چیز میگم. اما اول به خاطر خانواده دکتر لطفاً دیلا را آزاد بسازین. ما اعتراف او را به زور ازش گرفتیم. زیر آزار و شکنجه اظهارات داده بود. او بیگناه است. بچه 18 عملیات خانه منتظر خون از دادستان صاحب. پیش از اینکه او را به زندان ببرن باید نجاتش بدین. ما تا حد توان خود کوشش میکنم. اگه نصیبش باشه حتما نجات میافه. اما ای که به بچه خود رسیده میتونه یعنی نمیفهمم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا لطفاً بچه ما کمک کن. او را به ما ببخش. به خاطر تصمیمی که گرفته بودم مرا ببخش. شاید طارق حق به جانب بوده. نباید مخالفت میکردم. فهمیدم خدایا، فهمیدم. اما تو هم میفهمی که این کارا به خاطر ترس از تو کردیم. لطفا یک فرصت دیگه بده برم. لطفا خدایا کمکم کن. لطفا خدایا. نیکه مرا به شفاخانه روان میکنین ها؟
دادستان صاحب اجازه دادن آمر صاحب. متاسفانه دیلا خانم، شما را به زندان روان میکنیم. اما بچیم در شفاخانه است. شما چطور مرا به زندان روان میکنید؟ حداقل میماندین برش خون میدادم. زندگی بچه من نجات میدادم، باز مرا به زندان میبردین. از دست ما کار ساخته نیست. معذرت میخوایم. حالا دیگه دوستا زود باشین که اوقات رسمی تمام میشه. خدایا به تو پناه میبرم، لطفاً بچه من نجات بده. رئیس حالا چی کنن؟ از کجا بفهمیم که دیلا خواهر ما رو بردن یا نبردن؟ یک راهش پیدا میکنیم. حال اول رئیس، دیلا خواهر بیرون آوردن. طارق، دیر رسیدیم. دیلا خواهر ما را به زندان روان میکنن. نه خیر، نباید این کار شوه شیوان، نباید این کار شوه. اگه این کار شوه دیلا دیگه شانس خود داشت. خب پس چی کنیم رئیس؟ دیلا را فرار میتیم. هر قسم شوه باید این کار انجام بدیم، فهمیدی؟ این کار چطور میتونیم؟ نمیگن اکثر ما میگم ما فضیل دست بالاخره تو مگوست ما کردی. خدا رو به خاطر که روزا رو به نشانه درار با شکر میکنی. انفجاری چیزی که از دهنت مبرای گوشایت مشنوه، این گوشای چمچماننده تا قطع میکنه. شاید کمی صدق کتره باشم رئیس. ما اگر کتره را دیدیم که طرف زندان پاسکار امنیتی شان میده. خوب است بریم دیگه. درست عزیز رو بریم. حالا بریم. باید یک کاری کنیم. این خانه ده کجا بود؟ خانه که با ما گفت این طرف بود ولاد. لازم نیست عجله کنیم، تمام کارا تحت اداره ما خواد بود. او زعیم خاین حتما هم اینجاست. حالا بیاین دیگه. رضان طرف ما ببین بچیم. اونا خب بچه ما میارن نی؟ یعنی ما ناق منتظر نیستیم نی بچیم؟ رضان مثل که تو کدام مشکل جدی داری، یعنی عجیب معلوم میشی. چیزی نیست، نترسین. دوران انشالله میآید. این کار به خوبی تمام میکنیم بخیر. دوران صبر کن مادر، صبر. رضان تو خوب پس نمیرینی؟ دیگه مرا تنها نمیمونی؟ ببین زحل، از ما امید نداشته باش. ما خدا نجات دادن نمیتونم، فقط کوشش میکنیم که دوران نجات بدم. کسی خانه نیست، در باز کنین. دورانم زحل دوران آمد. بیادرکم دورانم. مادر بچی دورانه. ای مادرم. مادر جانم. بچه تو چطور از سونا فرار کردی؟ ها دوران چطور موفق شدی؟ زعیم کوشش کرد که رهبر از بین ببره. جدی میگی دوران؟ یعنی که بیادرم حقیقت درک کرد ها؟ خدا را هزار بار شکر است، هزار بار شکر. خب بعدش چی شد بگو دیگه. اما زعیم رهبر از بین برده نتونست. کاگیر و زهرام کمکش کردن اما نشد دیگه. باز کل ما یک جا فرار کردیم. بچه ای که زعیم دیگه چی کرد نمیفهم. ما ولاد است. قماندان زعیم منتظر بیادرش. میاییم او را میگیریم. در او صورت میاین که او کش بیادر را بگیرن. اینجا میاین دوران. یعنی بیادرم از پیش سازمان فرار کرد، همونطور است؟ باید همیالی از اینجا فرار کنیم، کل ما یک جا. اما بچه دیلا خواهد چطور میشه؟ خونه دوران به اون مطابقت داره.
یک دفعه از اینجا دور شویم. پیش از آمدن اونا مستقیم به شفاخانه میریم و پدپرش خون میدیم. حتی روی کسی هم خبر نخواد شد. حالا دیگه پس باید بریم. زود باشید. حالا بیاین. آهسته. بیا. آهسته. آهسته. حالا بیاین. بیا. حالا